در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره راوی اسلام آمده است که گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین خبر دادند: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة یشاکها الا کفر الله بها من خطایا. متفق علیه. هر مصیبتی که بر مسلمان میرسد، هر بلایی که به شخص مسلمان میرسد، خواه از مشقت باشد، همین یک کار کردید و خسته شدید، بیفره شدید، همین هم اجر است. وصب، بیماری، غم، غصه، غمگینی به گذشته، غم و غصه آینده، همش غم است. و اذیت، یک کس در حقتان غیبت میکند، تهمت میکند، غم، آن تاریکی که در قلبتان هست، غم و غصه، حتی یک خاری که به پایتان میدراید، حتی یک ضریبه، میده ترین خاری که به جسمتان میدراید، مگر الله تعالی به سبب این کفاره گناه میکند. الله تعالی گناهتان را میبخشد به سبب این. و این گرفتاری، مصیبت راه پیغمبران است. این فقط برای ما نیست، از ما پیشتر بزرگان، پیغمبرها از همه پیشتر گرفتاری بلاهای و مصیبت ها شده بودند. از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمده است که میگن که گفتم یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، یا رسول الله پربلاترین مردم کی است؟ از همه کی بسیارتر بلا میبیند، عذاب و مشقت و مصیبت میبیند یا رسول الله؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الانبیاء، پیغمبرها. ثم الصالحون، سپس شخصان صالح، آنهایی که از گناه دور در اطاعت الله تعالی مشغول هستند. ثم الامثل فالامثل، ثانی صالحتر و صالحتر. یبتل الرجل علی حسب دینه، هر یک مرد به قدر دینش به بلا گرفتار میشه. فان کان فی دینه صلابه زید فی بلائه، اگر یا مرد ایمانش زیادتر باشد، دینداریش زیادتر باشد، بلاش هم زیادتر میشه. اگر یک مرد در دینش رقت باشد، و این کان فی دینه خفتون، رقتون، سبوکی، دینش کمتر دیندارتر باشد، ایمانش ضعیفتر باشد، خفف عنه، از آن او سبوک میشد، بلای او سبوکتر میشد. ولا یزال البلاء بالمؤمن حتی یمشی علی الارض وليس علیه خطیئه، همیشه بلا بر سر مومن آمدن میگیرد حتی روزی میرسد که در دنیا راه میگردد، در بالای زمین راه میگردد و در او یک خطاگی نیست، یعنی از گناه ها پاک میشد. حضرت اسماعیل حقی در تفسیر روح البیان میگویند جهان جای راحت نشد ای فتا، شدند انبیا اولیا مبتلا. این جهان جای راحت نشد به یگان کس، اگر میشد به پیغمبرها میشد، به اولیاها میشد، به دوستان الله تعالی. شدند انبیا اولیا مبتلا، پیغمبرها، اولیاها، علما گرفتار بلا شدند. حضرت یعقوب علیه السلام محبوب ترین فرزند خود را، حضرت یوسف را از دست دادند. بعد از آن دادرش را، بعد از آن یک برادری کلانیش را، همیشه گریه میکردند. حتی آبی چشمشان خشک شد و سیاهی چشم را از دست دادند، چشمشان سفید و نابینا شد. و تولى عنهم و قال یا اسف علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. از گریه چشمشان نابینا شد، سفید شد و غم خود را فرو می بردند، شکایت خود را به الله سبحانه و تعالی می کردند. بالاخره حضرت یوسف بر بالای تحت پادشاهی ایشان را بالا کرد. و از همه در این دنیا بلای و مصیبت ها را، وزنین ترینش را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدند. به دنیا یتیم تولد شده، حالا به دنیا نآمده، الکی مصیبت برایشان آماده بود. پدرشان در حالتی که در شکم مادر 2 ماهه بودن از دنیا رفت، ندیدن پدر را. مصیبت کمی نگذشته، دیری نگذشته مادرشان هم از دنیا گذشت. در آغوش مادر بابای نرسیدن، بابایشان گذشت بدی کمتری. و همین گونه در راه دعوت به سوی الله تعالی 2 شخصی با آبرو، یکی پشتبان اسلام، پشتبان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو طالب از دنیا گذشت. بر بالای اینکه از دنیا گذشت، بی دین از دنیا گذشت،
یه مصیبتی وزنین، دو مصیبتی وزنین بود، هم مرگش هم از دنیا به ایمان رفتنش. و بر بالای این حضرت خدیجه تسلی گوینده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عقل ترین زنی دنیا، بزرگترین زنی دنیا، همسرشان هم در مدت 3 روز با همراهی عمکشان از دنیا گذشت. در یکی از ناحیه های مکه 3 سال حبس شدن همراهی قومشان، از دعوت خود باز نایستادند. مسخره کردند، سحرگر گفتند، جادوگر گفتند، دروغچی گفتند، شاعر گفتند، دیوانه گفتند. از شهر مکه بیرون کردند. وظیفه خود، پیغمبری خود را در دیگر شهر به اتمام رسیدند. در آبروشان تهمت کردند حضرت عایشه را و 6 فرزندانشان در طول حیاتشان از دنیا گذشت. 6 فرزند را با دست به خاک سپاریدند. قومشان اذیت میداد، حتی به طعامشان زهر گذاشتند، سحر کردند. این دین مقدس اسلام برای ما به آسانی رسیده نآمد، مگر هم بعدی سپری کردن عذابها و مشقتها از جانب پیغمبر و از جانب وارثان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما رسیده آمد. وقتی که وحی می آمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار عذاب و مشقت می کشیدند. وقتی که وحی می آمد سری خود را خم می کردند از وزنینی وحی و از پیشانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زمستان خنک در شب عرق فوار میزد. وقتی نزول وحی حضرت عباده بن صامت میگوید که کان اذا انزل علیه الوحی کرب، وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی می اومد مشقت میکشیدند و تربد وجهه، رویشون تغییر میافت. در صحیح مسلم حضرت عبدالله بن مسعود میگن که دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یوعک، به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمدن وقتی که بیمار بودن، ایشون تب لرزه داشتن. در روایت مسلم آمده است که فمسسته بیدی، با دستم به پیشانه ایشان گذاشتم. فقلت یا رسول الله انک لتوعک وعکا شدیدا، یا رسول الله شما بسیار تب لرزه سخت دارید، تب لرزتون وزنین است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اجل اینی اوعک کما یوعک الرجلان منکم، آره من درد 2 مرد شما رو میچشم، من حرارت 2 مرد رو میچشم. گفتم فقلت ذلك ان لك اجرین یا رسول الله، گفتم یا رسول الله این به خاطر آن است که شما 2 مراتب اجر و ثواب میگیرید یا رسول الله؟ قال اجل، گفتن آره. بعد از آن گفتن که ما من مسلم یصیبه اذى من مرض فما سوى الا حط الله به سیئاته کما تحط الشجره ورقها. بعد از آن گفتن که هر مسلمانی که به سرش اذیت می بیاید، بیماری می بیاید یا هر چیزی که از ناخوش کننده ها می آید، مگر الله تعالی گناه او را می ریزاند چه خیلی که از درخت برگش می ریزد. و واقعا چه خیلی که می بینیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این مشقت، با این بلا، با این مصیبت ها از این عالم رحلت کردن. همین گونه بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم علما، اولیاء، وارثان پیغمبر صلی الله علیه و سلم علل خصوص در راه خدمت به این دین مقدس اسلام بلاهای زیاد، تهمتها، زندانها، ضربها، کشتنها، انواع بلای و مصیبت ها را چشیده در این راه جان خود را سپاریدند. این گونه شخص ها را بعضی علما مرد امتحان میگوید، از سبب اینکه حیاتش پر از امتحان و بلا است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند که گفتند که پربلاترین انسان ها این پیغمبرها، سپس بعدی پیغمبرها یعنی صالح ها. گفتند حضرت محمد اقبال لاهوری میگویند که نپنداری که مرد امتحان مرد، نمیرد گرچه زیری آسمان مرد. تو را شایان چنین مرگ است ورنه ز هر نوعی که خواهی میتوان مرد. یعنی آنهایی که در راه خدمت به این دین مقدس اسلام به بلاها گرفتار شدند، به مصیبت ها گرفتار شدند، تو آنها را گمان نکن که آنها مردند. نپنداری که مرد امتحان مرد، نمیرد گرچه زیر آسمان مرد. آنها با هر مصیبت اگر مرده باشند آنها زنده هستند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زندان در راه پرهیزگاری از روی تقوای و پرهیزگاریشان که وظیفه قاضیگی را قبول نکردند زندان شدند و در زندان وفات کردند.
شیخ الاسلام رحمت الله علیه در قلعه دمشق در زندان از دنیا گذشتند. اونها گذشتند ولی آنها در بین ما امروز زنده هستند. بنابراین حضرت میگویند که نپنداری که مردی امتحان مرد، نمیرد گرچه زیری آسمان مرد. تو را شایان چنین مرگ است، در همین راه وفات کن. برای تو می ارزد شایان است که در همین راه خدمت به این دین مقدس اسلام وفات کنی. تو را شایان چنین مرگ است، ورنه ز هر نوعی که خواهی میتوان مرد. یا ماشین میزند میموری، از یه بلندی میافتی میموری. مردن امروز آسان شده است، به هر نوعی که خواهی میتوان مرد، لیکن بهترین راهی که جانت را می سپاری در راه خدمت این دین مقدس اسلام سپار.